بسم الله الرحمن الرحیم. و برزوا لله جمیعا. و در روز قیامت آل دیگه چی میشه؟ میگه در روز قیامت کس مردمایی که آل خب بسیار کساس نه، هر کس همیال سعی کنی شما در کدام حزب هستین؟ میگه سعی من حزب کمونیستی هستم. اوه تو در حزب چی هستی؟ والا ما قوم پرست هستم، فقط به خاطر قوم کار میکنم. خب چرا؟ به خاطر که یک کسی بر ما یک وقت درباره قوم پرستی گفت، باز مرا قناعت داد آل ما در یک حزب قومی هستم، قوم پرست هستم. خب تو چی کار میکنی؟ دیگر پرسان که حالا من بسیار سیکولار هستم، من دین قبول ندارم، من قرآن قبول ندارم، مثلا شریعت قبول ندارم، من به نظریه و اندیشه فلانی شخص هستم. الله متعال میگه که اینمی کسایی که به اندیشه های کفری رفتن و متابعت از کفار میکنن در روز قیامت یا چی حالت دارن؟ الله متعال میگه و برزو، میگه تمام از اینا چی میشن؟ حاضر میشن به مبارزه، حاضر میشن با گفتگوی، حاضر میشن در مقابل لله، در مقابل الله جمیعا. تمامی از اینا سیکولارها با رهبرای سیکولاریسم، کمونیستها با رهبرهای کمونیسم، قوم پرستها. رهبر قوم پرستها اصلاش ماسولینی هست و هتلر است. پس اینا هم با امو رهبرهای قوم پرستی در هر قومی که بودن با اینا چی میشن؟ کل از اینا جمیعا در مقابل الله حاضر میشن. فقال الضعفاء، و باز میگن ضعفاء، مردمایی که ضعیف بودن، احمق بودن، بیعقل بودن، امو اندیشه های کفری که اونا برش پیش کرده بودن وارد اطاعت میکردن. فقال الضعفاء، و باز مردمای ضعیف میگن للذین، کسانی که استکبروا، برای کسانی که تکبر کردن، متکبرین بودن، حکومت میساختن و اینا صاحب باز به حساب از امو به مو حکومت های کفری از اینا تسلیم بودن. باز یاد در مقابل الله وقتی که ساچ شوند، باز پیش از که الله اینا را عذاب بکنن، خودشان در بین یکی دیگه خود جنجال میکنن. باز میگن فقال الضعفاء، و باز مردمای ضعیف یا پیروا میگن للذین، بر کسانی که استکبروا، تکبر میکردن، بر لینن میگن، بر مارکس میگن، بر موسولینی میگن، بر اینمی طاغوتای بزرگ خود میگن، برشان چی میگن؟ انا كنا لكم طبعا، ما خود تبع شما بودیم، پیرو شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا، آیا شما میتوانید که مغنون دفاع بکنین، فایده بکنین عنا از ما، من عذاب الله؟ آیا میتونین امروز شما یه عذاب الله را از ما دور بکنین؟ من شاین یک کمک چیزه؟ قالوا، باز امیر رهبرهای کفر آل خو کل چیز دیدن دیگه، عذاب دیدن، فهمیدن که والا ما بسیار غلطی کردیم. باز میگفتن چی میگن؟ لو هدان الله لهدیناکم، اگر ما را الله هدایت میکرد ما هم شما را راهنمایی میکردیم. سواء علینا، باز کلشان اعتراف میکرد، باز میگن مساوی از بالای ما. اجزعنا، که ما جزا و فضا بکنیم، مضطرب باشیم، جگرخونی بکنیم، چیغ بزنیم، ام صبرنا، یا صبر بکنیم، چیغ نزنیم، قال مقال نکنیم، دعوا نکنیم. ما لنا من محیص، بر ما هیچ راه خلاصی نیست. اینه ات ذلیل میشه. آل میگه خی شیطان بزرگ ابلیس چی میگه؟ ابلیس بعضی کسا باز میگه که یا الله، بعضی کسا میگه این رهبرم مرا کافر ساخت، این رفیق مرا برد به طرف گمراهی. بعضی کسا باز میگه یا الله، این شیطان ابلیس مرا وسوسه کرد، اگر من بسیار خوب آدم بودم. شیطان چی میگه در روز قیامت؟ و قال الشیطان، و باز شیطان میگه لما قضی الامر، وقتی که فیصله شود اوامر، ان الله، علی میخزم امی کافرها، کسایی که شیطان پرست هستن، پیروای شیطان هستن، از شیطان اطاعت میکنن و میگن که شیطان ما را گمراه ساخت، باز شیطان اینا را ملامت میکنه. برشان چی میگه؟ ان الله، یقینا که الله وعدکم، شما را وعده داد، قرآن براتان فرستاد، کتاب فرستاد، سنت فرستاد، دو وعده های الله بود. وعد الحق، وعده توحید براتان داد، وعده راستی را بر شما داد، وعده ایمان بر شما داد، وعده حقیقی را بر شما داد. و وعدتکم، لکن ما براتان وعده دادم، فاخلفتکم، باز ما شما خلاف کردم، دروغ بر شما یگان وسوسه میکردم و کلش مخالفت بود. و دیگه چی میگه؟ میگه اول خو وعده ما غلط بود، شما اگر عقل می داشتین چرا دلایل قرآن ماندید، عوضش آمدین دلایل مرا قبول کردین؟ یک حماقت شما. یعنی شیطان کافرها را چی میکنه؟ پیروای خود ملامت میکنه. دوم گفت که شیطان برشان میگه و ما کان لی علیکم من سلطان، ما خب بالای شما کدام قدرت نداشتم، داشتم کدام قدرت؟ کدام روز رسپاند گردن انداخته بودم، دستم حکم کرده بودم؟ نه، من فقط یک وسوسه میکردم برات.
الا ان دعوتکم، مگر ای که من شما را یک دعوت میکردم، یک وسوسه در قلبتان منداختم. فاستجبتم لی، شما آمدین دعوت مرا قبول کردین، دعوت الله را قبول نکردین، دعوت پیغمبر را قبول نکردین، دعوت ملائکه را قبول نکردین، دعوت علما را قبول نکردین، دعوتگرای حقیقی را قبول نکردین. من که یک دعوت عادی براتون کردم، فورا آمدین دین و ایمان عقیده‌تان را ترک کردین. فاستجبتم لی، پس شما بر من اجابت کردین. حالا شیطان چی میگه؟ فلا تلومونی، ای پیروای من، ای شاگردای شیطان، شما مرا ملامت نکنین. ولوموا انفسکم، خودم ملامت بکنین. لوموا انفسکم، ملامت کنین نفسایتان را. حالا شیطان برشان چی میگه؟ ما انا بمصرخکم، شما که از ما پیروی کردین و شیطان پرستی کردین، ما فریاد رس شما نیستم، به داد شما نمیرسم. و ما انتم بمصرخیه، و شما هم فریاد رس من نیستین، شما هم بر ما کدام منفعت رسانده نمیتونین. اینی کفرت بما اشرکتمونی، من کافر شدم با آنچه که شما مرا شریک ساختین، یعنی به او عقیده که شما داشتین من خودم کافر هستم. عقیده شما غلط است، نادرست است و غلط بوده. من قبل از این هم میفهمیدم که شما وقتی مرا با خالق تشبیه میکنین، در جای خالق مرا پرستش میکنین، به عوض اطاعت از من اطاعت میکنین، من زمون میفهمم که راه شما کلش غلط است. از سابق من به اعمال شما و اعتقادات شما کافر بودم. این الظالمین، یقین داشته باشین که ظالمان لهم عذاب علیم، برشان عذاب دردناک است. این نتیجه پیروی از شیطان ها و شیطان صفت ها. الله متعال میگه و ادخل الذین آمنوا، و داخل کرده میشن الذین، کسانی که آمنو ایمان آوردن و عملوا الصالحات، اعمال صالحه کردن، جنات تجری، دج باغ های. میدی حالت کفار میبینید در روز قیامت چی حالت است و حالت مؤمنین چی حالت است. این حال ببینید که در کدام گروه قرار داره انسان. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری، که جاری هست من تحت الانهار، و از زیر آن جویبارها، خالدین فیها، همیشه میباشند در همین جنت ها، باذن ربهم. جنت ها یعنی باغ ها هست، یک باغ نیست، یک قصر نیست. یک روز یک کسی از یک اندیوال من پرسان کرد، و بسیار دعوتگر خوب بود، گفت همین جنت، گفته که جنت بسیار کلان است. گفت بله. گفت مثالش در دنیا برام گفته میتونی؟ گفت بله. سعی که دعوتگران الله چوخ یک عقل برشان میده. گفت مثلا میگه در جنت یک جنتی قدر باغ و زمین میداشته باشه که زمین هم کده کلانتر میباشه. این چه قسم؟ گفت بله. امیال گفت در دنیا مگه الله بخواه برای هر کس میتونه که از این زمین کده کلانتر یک جای بده. شما گفت سیارات سعی کنین، ترا میگه برو مریخ است تو، عطارد است تو، زحل است تو. چه قدر هستن این سیارات که تعدادش از انسان ها کده چی است؟ زیاد است. و هر کدام سیاره از زمین که چند برابر کلان است؟ آفتاب چند برابر زمین است؟ مریخ چند برابر زمین است؟ عطارد، این دیگه سیارات، کهکشان ها. پس گفت نمی قسم که دیمی یک آسمان اول است، یا آسمان اول که الله متعال اینقدر چیزای خلق کرده که اگر برای هر انسان یک سیاره داده شود چند برابر زمین جای می داشته باشه. الله متعال نمی قسم در جنت الله از این که هم کلانتر و بزرگ است که برای هر انسان به اندازی داده میشه باغ‌ها و جنت‌ها و چیزایی که از این سیارات امروزی که بزرگتر و کلانتر هستن. دو نفر چپون، ماشاءالله والله راست میگی. تحیتهم فیها السلام، تحیت یعنی احوال پرسی جنتی ها چی است؟ برای هر کس میگه سلامت باشی، سلامت باشی. از این خاطر امیال کسایی که جنتی است و جنتی دیگر که میبینه چی میگه؟ میگه السلام علیکم، الله تو را سلامت داشته باشه. و برش میگه و علیکم السلام، الله تعالی هم سلامت داشته باشه و رحمت الله هم سرت باشه، برکت الله هم باشه، مغفرت الله هم باشه. اما که یک بیدین که ساعت بشه باز چی میگه؟ صبح بخیر، good morning. good morning صبح بخیر ترجمه کرده. های چی مانا های؟ یک حیوانم که حیوان دیگره که میبینه باز میگه میگه منتهی میگه های های. بس انسان مسلمان تحیت چی است؟ سلام است. در جنت هم که هست تحیت چی است؟ السلام است که الله را خوش میسازن. چرا؟ السلام نام الله است. در سلام دادن چند حکمت است. یک کس را که سلام میتی، یک دانشمند امریکایی است، ایره پرسان کردن چطور مسلمان شدی؟ گفت ما شما می قصای نامسلمان ها را سایت اینترنت turn to Islam TURN to Islam، در زیاد همی قصه های کسایی است که مسلمان میشن.
شما می قصه های کسایی که نه مسلمان میشه ایره یاد بگیرین، بخوانین، گوش بگیرین، بسیار جالب است. یک قصر آدم تاثیر میکنه. یک نفر که نه مسلمان میشه، بازی امریکایی رو پرسان کردن، پروفیسور از گفتن پروفیسور تو یک پروفیسور هستی، امریکایی هستی، چطور اسلام قبول کردی؟ ای گفت ما PhD ما گرفتم، PhD یعنی دکترا. دکترای خودم میگه ما گرفتم تا ایژوکیشن تعلیم و تربیه را میگن. میگه ما در تعلیم و تربیه ایژوکیشن دکترا گرفتم. و به خاطر از اینکه زیربنای علمی جوانا خوب شوه، حالا ما مشکل داریم که یک محصل در پانتون میایه هنوز حروف درست نشته کردن نمیتونه، کلمات درست نشته کردن نمیتونه. بسیاری جوانا هست تعبیرشان بسیار خراب است، بسیاری جوانا از درست مفهوم گرفتن نمیتونه. چرا؟ گفت ما درک کردیم که خرابی یک جوان در صنف اول شروع میشه. این صنف اول وقتی که میره که یک معلم روزگم، یک معلم بیکاره، این وقتی که میایه در صنف ازی روز خدا گم میکنه، از امی اول تهدا بزیر چی میمانه؟ کج میمانه. وقتی که از امی اول الف ب ت س صحیح یادش نداد، این بیچاره صنف دو رفت، در سخت شده میره، صنف 3 سخت شده میره، 4 سخت میشه، 5 سخت میشه. این بیچاره این در صنف 5 و 6 رسیده، هنوز امو کتاب صنف اول صحیح خوانده نمیتونه. پس صنف 5 چطور میکنه؟ همین تو بالا رفته میره خراب. صنف 12 که حتی خدا کشید و به یک شکل در پانتونم اگر آمد، اینجا بیچاره همو املایش خراب است، تمام روز در غم است. گفت خیلی ما گفتیم پس چی کنیم که اساس تعلیم و تربیه خوب شود؟ گفتیم که باید دو استادی که دکترا در تعلیم و تربیه داره، او استادای پانتون بیاید از صنف اول درس بتن. صحیح نه؟ که همون کوشش را که در پانتون میکنه، همون کوشش را کجا بکنه؟ در صنف اول بکنه. باید بر استادای صنف اول استادای خوب بگیری. بر صنف 2 3 که تعداد خوب شوه، باز اگه بالا رفت خیلی باز خودشان خوانده میتونه، خودشان مطالعه کرده میتونه، خودشان میتونه تحقیق بکنه. گفت من همین کارا کردم، رفتم در یکی از مکاتب در صنف اول، با وجود که دکترا دارم در تعلیم تربیه و مرا پانتونا میفتن بیاین نه در بخش ماستری درس بدید، در بخش دکترا. میگه من گفتم نه، من در بخش چی درس میدم؟ ابتدایی که امی اولاد درست جور شد. این حال یک اخلاص کرد، الله برای ایمان نصیب کرد. گفت حالی که من در خانه یک کافر پیدا شده بودم، عقیده امام کفری بود، لکن یک احساس انسانی داشت. گفت وقتی که در روز اول رفتم دستن، گفت از شاگردا گفتم باش که این شاگردا چه قسم ذهنیت دارن، ذهنیتی از را معلوم کنم. ما وقتی که خواستم ذهنیت از اینا را معلوم بکنم، هر کدامشون پرسان کردم بچه‌م تو چی میخوای؟ دخترکم تو چی میخوای؟ میگه او یکیش میگه من میخوایم که پدرم 24 ساعت کشتی کج سیل میکنه، ما میخوایم در آینده چی باشم؟ قهرمان کشتی کج باشم. او دیگه میگه پدرم زیاد فوتبال سیل میکنه، من میخوایم فوتبال برشم. او دیگه میگه فامیل ما بسیار رقص زیاد سیل میکنه، من میخوایم در آینده رقاصه شم. دیگهش میگه پدرم انجینیر است، من میخوایم انجینیر شم. پدرم استاد است، میخوام استاد شم. ما دکتر خوش دارم، میره خوش دارم. میگه یک طفلک در بین زمین اطفال دیگه در اینجا شش بود. میگه من گفتم بچه‌م تو چی میخوای؟ میگه بر ما گفت که I want to be صحابی، من میخوایم صحابی شم. میگه من برش گفتم که صحابی کی است؟ میگه او گفت که صحابی mean the students of University of رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابی شاگردان پوهنتون رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه من برشان گفتم که is there any university of Prophet Muhammad peace be upon him؟ میگه yes هست. میگه من گفتم که من درباره از این معلومات ندارم، من دکترا در ایژوکیشن دارم. گفت this is your problem. همین طفلک برای من گفت که این مشکل تو است که تو این یاد نداری. اما من میفهمم. گفت آیا میفهمی که در پوهنتون محمد صلی الله علیه و سلم چه قسم شاگردا بودن؟ گفت 2 قسم شاگردا بودن، طبقه ذکور و طبقه اناث.
اوناس علایده درس داشتن، ذکور علایده درس داشتن. گفت آیا نام بعضی از شاگردای مکتب رسول الله صلی الله علیه و یاد داری؟ گفت بله. کی هست؟ ابوبکر، عمر، علی، عثمان، معاذ ابن جبل، زید ابن حارثه، انس ابن مالک. در دخترها گفت، در دخترها و زنها گفت our mother خدیجه الکبرى، مادر ما بی خدیجه کبرا. our mother، مادر ما بی عایشه صدیقه ام المؤمنین رضی الله عنها. our mother، خب دیگه کدام مادرتان؟ دیگه گفت زینبه بنت جحش رضی الله عنها. our sister، خواهر ما کی؟ بی فاطمه الزهرا سلام الله علیها. دیگه گفت کی است؟ امی قسم گفت اسما هست، بی اسما هست ذات النطاقین. دیگه کی هست؟ بی نصیبه هست و ماشاءالله ام عماره، کسی که به دفاع از رسول الله صلی الله علیه و تقریبا چندین ضربه شمشیر تیر خورده بود. بی نصیبه و سین. دیگه کی هست؟ بی سمیه، اولین شهید اسلام. بی خوله کی هست؟ بی خوله کسی است که الله متعال سخنایش شنید و در سوره 28 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتکی الی الله. یعنی میزنه که همراه رسول الله هم گفتگو میکرد و شکایت به الله میکرد. الله صدایش شنید. بی خوله نام داشت. میگه بر من قدر نامه را گرفته رفت. میگه من ایران ماندم. پرسانش کردم پیغمبر شما کدام کتاب هم داشت که تدریس بکنه و حال فعلا باشه؟ گفت یس داشت. از تدریسی که رسول الله صلی میکرد کتاباش فعلا وجود داره؟ گفت بسیار زیاد است. یک چند تاشو نامش بگی. میگه برای ما گفت اولین کتابی که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را بر بشریت، بر شاگردای خود در پوانتون خود تدریس میکرد قرآن عظیم الشان است. قرآن؟ آیا کدام کتاب هست به نام قرآن؟ گفت بله هست. I don't know، من نمیفهم. گفت this is your problem. تو بیچاره گفت پیجی تا در تعلیم تربیت گرفتی تا بال کتاب اصل تعلیم و اصل تربیت، اصل اخلاق در قرآن است. دیگه گفت دیگه کتاب ها هم هست. چی نام داره؟ صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست، ابو داود است، ابن ماجه هست، مسند احمد ابن حنبل است، موطأ مالک ابن انس است. میگه یاره که گفت میگه ایران ماندم. احساس کردم که والا من خب بسیار جاهل هستم. زی که یک طفل صنف اول و دوی مکتب اقا گپا را میفهمم، من نمیفهمم. میگه برش گفتم که نمبر تلفن پدرت هست پیشت؟ گفت حفظ دارم. چند است؟ این نمبر برش گفت. بعد از او میگه گفت که ایرام گرفتم. میشه کت پدرت هم؟ میگه زنگ زدم به پدرش که بله سلام علیکم. به کت شما میگه چی کردم؟ اواری فاین. گفتم که من میخوام که همراه تو ملاقات بکنم، ممکن است؟ میگه بیاین بفرمایید، خانه ما در خدمتتان است. میگه رفتم در خانه از یا داخل شدم. وقتی که در خانه داخل شدم، در دیگه خانه ها وقتی که داخل میشی کتی دخترک رفتم خانه از یا، میگه که دخترک بود یا بچه‌ک والله اعلم، که از این طفل نشه کرده. گفت که از این طفل من رفتم در داخل خانه که شدم. میگه در خانه ما که داخل میشی بچه اونجا پیش آینه میرقصه و دخترم اونجا مویای خدا چی میکنه و گدودی و ترا هست. خانم رفته در مارکت لیلامی فروشی و مارکتینگ میکنه. میگه اینجا که رفتم که خانه از بسیار منظم است. اول که پدر داخل شد بر اولادای خود در خانه صدا کرد السلام علیکم و رحمت الله. میگه دیدم بچه جوانش سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میگه من از این مرد پرسان کردم که excuse me، وقتی که در خانه شما داخل شدن اینجا یکیتون گفتین السلام علیکم و رحمت الله، دیگه ایتون گفتین و علیکم السلام و رحمت الله، این چی معنی؟ میگه پدرش گفت که سلام که است. میگه تا دستن دخترش برام گفته میگه حالا پدرش که میگه دیدم بسیار راحت است، من تحت تاثیر از خانواده رفتم. میگه برام من گفت که برادر السلام که است اول نامی از نامهای الله است. الله نامی از نامهای الله است. یک مسلمان وقتی که مسلمان دیگر رو میبینه اول بر از او را به یاد الله میاره. السلام علیکم، السلام که باشه که الله ما تو را مراقبت میکنه. دوم که است میگه
سلام به معنای پیس، صلح. وقتی یک مسلمان که مسلمان دیگه روبرو میشه برش میگه من که تو جنگ ندارم، من دوست تو هستم، اعلان صلح برش میکنه. 3 السلام علیکم، وقتی که برای یک کسی میتی برش دعا میکنی. یک مسلمان خیرخواه هست برای مسلمان دیگه، اول برش دعا میکنه پروردگار متعال تو را سلامت داشته باشه، رحمت الله سر تو باشه، برکت الله سر تو باشه، مغفرت الله سر تو باشه. دیگه چی است؟ میگه پیغمبر ما گفت برای صحابه که شما داخلتان داخل میشین برای فامیلتان سلام بتین. وقتی که سلام میتین برای فامیلتان این چی است؟ در حقیقت برای فامیلتان چی است؟ برکت است بر شما و خانوادهتان. پس میگه اونجا دست خانه در صنف تحت تاثیر تفلکش رفتم، در اینجا تحت تاثیر پدرش. فضای خانواده را دیدم که آرام، خاموش، بسیار ادب، بسیار اخلاق. 2 دقیقه نشده بود که وقت ترموز چای رسید در پالیش مثلا چیز ما سعی کردم در خانه ما که 1 ساعت بری مادر اولاده را بگه که 1 گلاس چای بیار، میگه اوه تو سر ما خشونت میکنی، ما را کنیزت فکر کردی، سر ما چای میاری، اهل زنگ بزن به حقوق بشر. برعکس این زن مسلمان، این دختر مسلمان با بسیار اخلاق شیشته است. و وقتی که پدر گپ میزنی اولادام تو منظم سنگین گوش میگیرن. باز میگه من سوالش کردم که این تفلک تو چی میگه؟ باز میگه برای من صحابی رو معرفی کرد. گفت اگر چی انسان نمیتونه حاله صحابی باشه، چون صحابه کسایی بودن که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله با ایمان آورده بودن، با ایمان رفتن. ولی ما عادت داریم شبانه بر علاوه درس قرآن و سنت قصه های صحابه را میخوانیم. از این خاطر طفل من چون قصه های صحابه را زیاد خوانده علاقه گرفته که کاش که من هم چی باشم؟ صحابی باشم. ولی بسیاری جوانا میگن کاش که من اوندو باشم، بچه فیلم هندی باشم. نه یعنی چی باشم؟ اوندو باشم. پسی که چرا میخوای اوندو باشه؟ چون فیلم هندی زیاد سعی کرده که تو اوندو زیاد تیر کرده، محبت پیدا کردن. سبق قانونش چه کام شد؟ نام اولاد خدا نام اوندو میمانه. بعضیا میخواد که من کافر باشم مثل فلانی کافر، کلی خدا مثل او کافر وارو جور میکنه. چرا؟ زیاد که از او کافر شیشته و فیلمای از او کافر از زیاد دیده. اگر زیاد قصه صحابه را بشنوه، زیاد قصه صحابه را بخونه، باز چی میخواد؟ کاش که من مثل حسین شوم، کاش که من مثل حسن شوم، کاش که من مثل مالک بن انس شوم، کاش که من مثل صحابه باشم. اینه به این شکل. پس میگه از اینا تقاضا کردم که میشه 1 جلد از این قرآن عظیم شان برای ما بتین. باز میگه برای ما 1 جلد قرآن عظیم شان تحفه دادن. همین قرآن هم میگه من که خواندم چی شدم؟ باز میگه من مسلمان شدم. چند روز بعد میگه کی مرا مسلمان ساخت؟ این همی دخترک یا این بچه‌ک یا این طفلک خردساله که در اونجا بود. یک طفل سبب شد که من چی شوم؟ من مسلمان شوم. و ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، و داخل کرده میشوند الذين کسانی که ایمان آوردن، آمنوا ایمان آوردن، و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن، جنات در باغهای داخل میشوند که تجری جاری میباشه من تحت الانهار در زیر قصرها و درختان این جنت چی؟ الانهار جویبارها، خالدین فیها بر همیشه میباشند در اینمی جنت، به اذن ربهم به حکم و اراده الله متعال. تحیتهم اول پرسی جنتی ها چی است؟ فیها در بین جنت سلام، سلام است که یکی بر دیگه میتن. علم ترى آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ای کسی که تو قرآن میخوانی، کیف ضرب الله که چه قسم بیان نموده است الله متعال، مثلا مثال را که از کلمتان طیبه که سخنان نیک، یعنی بسیاری کساس مثلا در سخنهای خود بی احتیاط هستند و بعضیا در سخنهای خود بسیار محتاط می باشند. الله متعال میگه میبینین که مثال یک سخن نیک که شجرت طیبه، مثل یک درخت پاک است. شما با یک کلمه میتونین یک نفر سبب اسلام و مسلمان شدن شوین، میتونین یک بینماز با نماز شوه، یک بد اخلاق با اخلاق شوه. بنابراین وقتی که یک کسی یک کلمه طیبه را میگه و نیت مسلمان همیشه عبادت و دعوت میباشه، میگه اینمی کلمه طیبه که هست مثل یک درخت پاک است که شجرت طیبه، مثل درخت پاک است، اصلها ثابتون که اصل از این درخت ثابت است در زمین،
و فرعها و شاخه های از این درخت میگه حتی فی السماء تا به آسمان میرسن. یعنی سعی کنین بعضی درخت‌ها که درخت‌های خوب هستن ببینید که ریشه بسیار خوب داره، اساس خوب داره، حتی شاخه های از این حتی به کجا میرسن؟ به آسمان میرسن. وقتی که در عربی سما گفته میشه از سمو گرفته شده به معنای بلندی هست، یعنی بسیار بلند میشه. تؤتی اکلها کل حین. ببینید درخت‌های با ثمر که است چی است؟ میگه تؤتی اکلها، میدهد ثمر خود را یا میوه‌های خود را کل حین، هر وقت که شما برین او برتان میوه میته به اذن ربها، به اجازه پروردگارت. و یضرب الله الامثال، و الله متعال میگه بیان میکنه. یضربو اینجا به معنای ضرب المثل ما شما میگیم ضرب المثل، یعنی مثال بیان کردن است. و یضرب الله الامثال، و بیان میکند الله متعال مثال ها را للناس، بر مردم، لعلهم یتذکرون، شاید که ایشان پند بگیرن و نصیحت بگیرن. و مثل کلمت خبیثه، و مثال سخن زشت. بعضی کسا به تفاوتی میکنن، سخنهای خود احتیاط نمیکنن. الله متعال میگه که این سخن زشت که است، در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و میگه یک نفر یک کلمه را میگه یک کلمه از این سبب رفتن از این در بهترین مقام جنت میشه، و یک نفر یک کلمه را میگه بسیار کلمه زشت و خبیث و چتل میباشه، میگه جایگاهی از این در آتش جهنم جور میکنم. به این خاطر الله متعال میگه که و مثل کلمت خبیثه، و مثال یک سخن زشت که شجرت خبیثه، مانند یک درخت خبیث است، درخت بی حاصل، درخت ناپاک، اجتثت من فوق الارض، که این کشیده شده، برکنده شده از سر زمین، به خاطر که حاصل نداره، بی حاصل است، بی ثمر است، بی فایده است. این صاحبش از بیخ از زمین این چی کرده؟ کشیدش. ما لها من قرار، برای هیچ قرار نیست. یک روز ببینیش که مثلا از پیش از اون مثلا بیل ساخته میشه، یک روز سر بام گذاشته میشه، یک روز مثلا در داده میشه. اینمی قسم کلمات زشت انسان هم اینم نتایج داره. یثبت الله الذین آمنوا، پس ثابت قدم کی می باشه؟ الله متعال میگه یثبت الله، استوار یا ثابت قدم نگه میدارد الله متعال کی را؟ الذین، کسانی را که آمنوا ایمان آوردند، بالقول الثابت، به سخن درست. این انسان مسلمان، کسی که دشنام میته مسلمان حقیقی نیست، کسی که دو میزنه مسلمان حقیقی نیست، کسی که در تلفن دشنام میته مسلمان واقعی نیست. چرا؟ نظر به آیت قرآن. الله متعال میگه یثبت الله الذین آمنوا، الله متعال ثابت قدم میسازه، با شخصیت میسازه، استوار میسازه کی را؟ الذین، کسانی را که آمنو ایمان آوردن. با چی؟ بالقول الثابت، با سخن درست. وقتی که همراهشان بشین همیشه سخنهای بسیار خوب، سخنهای مؤدبانه میزنه. اما اگر شما یک کس را دیدین ولو که خدا عالم بگه یا خدا پروفسور بگه، لکن زبان چتی و زبان هزل داشته باشه، تمام لحظه مسخرگی و دشنام دادن، و حتی دوست خدا میبینه که دوست خود به عوض که السلام علیکم بگه یک دشنام برش میته، این انسان بفهمین که دیندار نیست، بیدین است. چرا؟ الله متعال برای انسانهای با شخصیت چی میته؟ قدرت میته که الفاظ زیبا و خوب و شایسته بگه که دیگرها مثلا خوششان بیاد. هیچ وقت کس توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه. حتی شاید که یک کس اختلاف نظر داشته باشه، خودت مثلا ما و خودت یک جای میریم اختلاف نظر داریم، من میگم من این قسم این مسئله را فهمیدم، خودت میگی من این قسم فهمیدم. از این خاطر علمای بزرگ اسلام مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، شاگردای از علمای بزرگ در 3 قرن اولی که بودن، آنقدر اینا با شخصیت بودن که ولو که یک نفر در اجتهادات بسیار اختلاف هم داشته باشند، در کتابش میخوانی مثلا امام شافعی میگه قال الامام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، گفته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، برش دعا میکنه رحمته. اما حالی که از مردمای بدبخت چی هستن؟ مردمای بدبخت به عوض از که مثلا یک شخصیت اسلامی را یک عالم نامش میگیره، عوض که بر از دعای رحمت بکنه، باز بر از زشت میگه و تو مثلا عالم نیستی و تو جاهل هستی و تو فلان هستی و تو این قسم هستی. این معلوم میشه که ای از دینداری نیست، ای از بیدینی هست. بیادبی و زبان زشت اساسش چی است؟ بیدینی هست. الله متعال میگه یثبت الله، استوار میسازه، ثابت میسازه الله متعال الذین، کسانی را که آمن و ایمان دارن، بالقول الثابت، با سخن درست، نیک، خوب، قوی، ثابت، فی الحیات الدنیا، هم در زندگی دنیا،
وقتی که یک دوست خدا ببینه برش میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته، صحت شما انشاءالله خوب است، فامیل انشاءالله خوب هستند، شما بسیار بزرگوار هستین، الله سر شما رحم بکنه، سر ما هم رحم بکنه. این قسم. و در آخرت هم گفت که تحیتهم فی سلام. از این جنتی ها در آخرت هم همین قسم سخنانشان به صلح است. اما کسی که در رام که میری داو میزنه، در تلفن هم دشنام میته، در سر قبر هم که استاد دشنام میته، حتی بسیاری کسا رو ببینید که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم میشینه لکن الفاظ زشت استعمال میکنه. این مسند رسول الله هم مسند پاک است، مسند مقدس است. تو در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم زبان بسیار عفیف و پاک داشت و کسی که در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم باید بسیار زبان پاک داشته باشه. خطبا باید بسیار با شخصیت باشن، دعوتگرا بسیار باید زبان خوب داشته باشه، ولو که جانب مقابل هر قدر بی تربیه باشه. الله برش توفیق نداده. و یضل الله الظالمین، و گمراه میسازد الله متعال ظالمان را. ظالم کی است؟ اینمی کسایی که احتیاط الفاظ خدا نمیکنن، پیش الله ظالم است، بیدین است. اکثرا مشرکین و بدعتکارا بسیار بد اخلاق میبینن. این دو طایفه لتجدن، میگه شما میبینید که اشد الناس عداوتا دو طایفه است، یکی یهود است یکی مشرکین است. همین دو طایفه بسیار بد اخلاق، بسیار دهان، بسیار غیبتگر، بسیار گپای چتی میگن، آدم خسته میسازه. انسان های دیندار این کارا نمیکنن. و الله متعال میگه و یضل الله الظالمین، و گمراه میکنه الله متعال امی ظالمان را. و یفعل الله ما یشاء، و الله متعال انجام میداد ما آنچه را که بخواهد. علم ترى میگه آیا ندیدی الی الذین، به طرف کسانی که بدلوا تبدیل کردن نعمت الله، نعمت های الله را، کفرا به کفر، و احلوا قومهم، و فرود آوردن قوم خود را دار البوار، به سرای تباهی. بسیاری کسا را ببینی رهبریت یک قوم میکنه، این قوم خدا چی کرده؟ ایوازی که برشان عقیده درست توحید بیان بکنه، شرکیات، بدعت ها، قصه های دروغی، فکاهیات، مجالس غلط، وعده های غلط، یاره کلشان به چی میبره؟ به سرای تباهی. یک وقتی در آخرت میبینه که چی است؟ که اوه جهنم یصلونها، این کلشان در جهنم داخل میشن، همو پیشوایش، رهبرش و هم پیروایش. و بئس القرار، و بسیار قرارگاه زشت است همین دوزخ. و جعلوا لله اندادا، و گردانیدن به الله متعال شریکان. چه قسم شریک میساز؟ یکی رو ببینی قبر شریک الله ساخته، یکی رو ببینی مرده شریک الله ساخته، یکی رو ببینی درخت شریک الله ساخته، یکی بت شریک الله ساخته، یکی سپند شریک الله ساخته. صفات الله را یکی فالبین ساخته، یکی تعویذگر ساخته. یعنی چی میکنن؟ صفات الله را یا عبادت الله را برازو انجام میدن. لیدلوا عن سبیله، تا که گمراه بکنند مردم را از راه الله. قل تمتعوا، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فایده بگیرین، متعو چند وقت عیش کنین، فایده بگیرین. فان مصیرکم الی النار، خیر است چند روز دنیا داشته باشین امی قدرت و صلاحیت و کلانکاری و این نمیره تمام روز بخورین دو پیازه و پلاو و شکما را سیر کرده برین تمام روز. فان مصیرکم الی النار، مسیر شما به طرف آتش دوزخ است. قل لعبادی الذین آمنوا، الله متعال یک بشارت میته رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو لعبادی، به بنده های من. سیکو وقتی که مسلمانان را عبادی، الله یک مخلوقی که به خود نسبت میته شرف میتیشانه. پس پیش الله کی شرف عزت دارن؟ کسایی که ایمان با یقین دارن. قل بگو لعبادی، به بنده های ما که او را به خود نسبت دادیم، نسبتش تشریف، تکریم، عزت. الذین، کسانی که آمنو ایمان آوردن، یقیم الصلاة، برشان بگو که چی کنین؟ یقیم الصلاة، نماز اقامه بکنین، نماز درست بخوانین. بنده های مؤمن حقیقی ما که هستین نماز به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانین. و ینفقوا مما رزقناهم، و خرج کنند مما از آنچه که رزقناهم روزی دادیم برشان، سرا و علانیتا، به شکل سری پنهان مصرف کنند، و علانیتا و به شکل آشکار مصرف کنند در راه الله. من قبل ان یأتی یوم، پیش از اینکه بیاید روزی که لا بیع فیه، در او خرید و فروش نیست، ولا خلال، و در او دوستی و رفاقت هم نیست. الله الذي خلق السماوات والارض، الله متعال توحید ربوبیت بیان میکنه. رب کی هست خلق کننده؟ میگه الله که است، الذی، و ذاتی است که خلق السماوات، خلق کرده آسمان ها را، والارض، سماوات آسمان ها را، والارض و زمین را، و انزل من السماء ماء، و نازل کرده از آسمان آب را، فاخرج به من الثمرات، پس خارج نموده است توسط اینمی آب، من الثمرات رزقا لکم، از میوجات، رزقا میوه ها، سبزیجات است، چیزایی که
در زمین میبراید برای شما چی آورده؟ این کلش از ثمره میگه. آنچه که از زمین میبراید، چی سر درختی باشه چی زیر درختی باشه، کل از اینا ثمرات گفته میشن. چی هست؟ میگه کل از رزقا لکم، این رزق است، روزی هست برای شما. و سخر لکم، و الله متعال است که مسخر ساخته، تابع ساخته لکم برای شما الفلک، کشتی را. شما کشتی را سعی میکنید که چندین تن وزن داره، 200 300 400 کانتینر سر از گذاشته میشه. تجری لتجری فی البحر، تا که جاری شود در بحر به امره، به حکم الله متعال. عقل انسان میگه خب قدر که گرنگ باشه این خوب باید زیر غرق شود، لکن الله متعال این تو مسخر ساخته که با وزن خود در سر آب حرکت میکنه. و سخر لکم الانهار، و مسخر کرده برای شما دریاها را. و سخر لکم، و بر شما تابع و مسخر ساخته الشمس، آفتاب را، و القمر، و مهتاب را، دائبین که آفتاب و مهتاب همیشه امی قسم روان هستند. و سخر لکم اللیل و النهار، و مسخر کرده برای شما شب و روز را.